المتجلی لعباده من افق الالباب المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. یک شب مصادف است با شهادت امام صادق روحی له الفدا و همچنین مجلس برگزار شده است جهت رحلت آیت الله آصف هادی یومی که برای روح مطهرشون الفاتحه مع الصلوات. و همچنین جهت شفای عاجل و کامل برای حضرت آیت الله العظمی یه حمد رو تلاوت بفرمایید. رفیع غلام یزید ابن عمر ابن حبیره است. میگه به من خبر رسید که یزید ابن حبیره نیت کرده است ما رو به قتل برساند. شتافتم به مدینه کنار امام صادق روحی له الفدا. گفتم آقا جان یزید بن حبیره نیت کرده است که ما رو به قتل برساند. امام صادق فرمود برو سلام مرا به یزید بن حبیره برسان و بگو غلام تو را امان دادی. گفت آمدم بیرون یه اعرابی من دید نگاه بهم کرد گفت این صورت تو صورت مرگ است. بعد گفت دستت رو بده ببینم. کف دست من رو دید گفت این دست بوی مرگ میدهد. گفت پاتو بیار بالا. پا رو آوردم بالا نگاه کرد گفت مرگ پشت سرت. به من گفت زبانت رو بیار بیرون. زبان رو که آوردم بیرون گفت نجات تو در این زبانته. هر کاری میخوای انجام بدی برو. میگه من رفتم مجلس یزید بن حبیره تا من نگاه کرد گفت کجا بودی؟ خوب شد آمدی. دستور داد دست و پاش رو بستن شمشیر رو آماده کرد. زد زمین. وقتی زدی زمین فرید بهش گفت که یزید از من سوال نمی کنی که چرا من با پام آمدم خانه تو قصر تو خودم با پام بر مرگ آمدم. گفت یه لحظه امامش بدی. ازش سوال کرد رفیع چرا آمدی؟ گفت رفتم محضر امام صادق. امام صادق وقتی قضیه رو بهش گفتم ایشان فرمود سلامشون رو به شما برسانم و به شما بگویم
که غلام تو رو ما امان دادیم. میگه همینطور که ایستاد گفت امام صادق به تو این جمله رو گفت. یزید ابن حبیره از طرف مروان والی عراق بوده و در کوفه وحیله بوده، چون هنوز بغداد تشکیل نشده بوده. وقتی این جمله رو شنید شمشیر رو انداخت، گفت بلند شد، باز کرد دست و پاش رو. بعد بهش گفت که همان گونه که من دست و پات رو بستم رفیق، دست و پای من رو میبندی، به همون صورت به زمین میاندازی. امام صادق به من سلام رساند و این جمله رو به کار برد. امام معصومی که ما دنبالش هستیم این امام است که در هر چیزی اثر میکند، در هر امری که میخواهد تأثیر کند اثر خود رو میگذارد. به منصور خبر دادن منصور امام صادق در حال جمع کردن اسلحه است. من هنوز بحث رو شروع نکردم، نقطه بحث رو میخوام بیان کنم بعد بحث رو شروع کنم. گفتن منصور امام صادق در حال جمع کردن اسلحه است، دارد از جهت نظامی خود رو تقویت میکند. دستور داد از مدینه هر آنگونه که میتوانید امام صادق رو به عراق بیاورید. وقتی به عراق آوردن منصور بهش گفت شنیدم که در حال جمع کردن اسلحه هستی، داری تدارک میبینی که این سلطنت من رو از بین ببری. گفت نه، دروغ است، من همچین کاری رو نمی کنم. گفت فلانی خبر آورده است. گفت فلانی رو بیاورید. آوردنش. بعد امام صادق بهش گفت تو این حرف رو زدی؟ گفت بله. گفت قسم میخوری؟ گفت قسم میخورم. گفت اینجور که من میگم قسم بخور. قسم که خورد 10 قدم بیشتر بر نداشته بود، به صورت افتاد، به درک واصل شد. بعد وقتی منصور نگاش افتاد به لرزه افتاد، به امام احترام کرد. امامی که ما ازش بحث میکنیم امام معصوم این گونه امامه، این قدرت رو داره. یه اشتباهی ما تو زندگیمون داریم که متاسفانه این اشتباه روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. فرمود انی تارکون فیکم الثقلین او ثقلین کتاب الله و عترتی. فرمود کتاب خدا و عترت من. چیز دیگه رو پیامبر نفرمود. سعادت رو در گروه قرآن و اهل بیت گذاشت. گاهی وقتا مشاهده می شود القاءات و نصایح به جوانان غلطه. الگویی رو به جوان ارائه می دهیم که این الگو نهایتاً این جوان رو ناامید می کنن. من مشهد رفته بودم، خدا قسمت کنن برای همه ما زیارت امام رضا رو. یه جوانی رو دیدم، یه کسی آمد به من گفت آقا با این جوان صحبت کن. شما صحبت باش کردم، گفت خیلی میل آمدن به حرم رو نداره. خیلی متعجب شدم، گفتم چرا میل نداری؟ گفت من زیارت علما میرم، بزرگان میرم. اسم برد. گفتم خب این امام رضاست، امام معصوم است. بعد که یه ذره باش صحبت کردم دیدم این جوان حق داره. ما اشتباه به این جوان فهمیدیم، اوصافی رو و مواردی رو برای جوان بیان کردیم که این خیال کرده است که اینا توی ردم، شاید نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله زبانم لال فلان آقا بالا
بالاتر از معصوم است و این متاسفانه انسان رو میسوزاند. این دو موردی رو که من از امام صادق گفتم تنبه. امام صادق چند تا پیام برای شیعیانش داره. یکی اینه که از خدا خواسته خدایا هر کدوم از شیعیان ما که مخلص بودن، کسانی که خالصانه در راه ما حرکت کردن، اینا از دنیا رفتن، حسابشون با ما باشه، ما روز قیامت به حسابشون بذاریم، حساب دست آنها باشد. انسان نیاز به وعظ داره، ارشاد داره، کسی داره که او رو موعظه کنند. قرآن کریم خداوند متعال خود رو به عنوان موعظه کننده معرفی می‌کند. یعظکم به، خدا به واسطه قرآن شما رو نصیحت می‌کند، یعنی میگوید مردم اگر بخواهید سعادت اخروی داشته باشید باید به نصایحی که خداوند متعال در قرآن برای شما بیان کرده است عمل کنید. بعد فرمود ای پیامبر قل انما اعظکم، ای پیامبر بگو به مردم که من موعظه‌گرم، من سعادت رو میخوام برای شما بیان کنم. بعد قرآن کریم ذیل آیه شریفه یا ایها الناس قد جاءکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور و هدی و رحمة للمؤمنین. ای مردم اگر بخواهید به سعادت برسید به قرآن نگاه کنید، هم شما رو هدایت میکنن، هم بیماری، یعنی القایی که شیطان القا میکنه. شیطان شب و روز انسان رو القا میکند و رها نمیکند تا جانت رو بگیره. اشاره خواهم کرد بعضیا خدا اسم اعظم بهشون داده و در ذیل آیات قرآن در تفسیر از اهل بیت روحی لهم الفدا به اون اشاره شده. لذا خطاب می کند به پیامبر ای پیامبر قصه ها رو برای مردم بگو. هم قرآن هم خداوند متعال خودش نصیحت می کند، هم پیامبر اکرم رو به عنوان نصیحت کننده معرفی می کند. و مورد دیگری که انسان رو به سعادت می رساند اهل بیت روحی لهم الفدا، اونایی که آمدن تا به مردم راه درست رو نشان دهند. سعادت بشری با کلام اونهاست. قرآن میگه ای پیامبر قصه بگو، برای مردم قصه بگو تا متنبه بشن، تا آگاه بشن. اسم اعظم کسایی بودن که خداوند متعال اسم اعظم رو به اونها داده. اسم اعظم ذکر نام خداست. وقتی ذکر نام خدا میکردن هرچه از خدا میخواستن خدا براشون بیان میکرد. یک اشاره‌ای دارد در آیه قرآن وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْنَاهُ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. اشاره می کند قرآن ما آیاتمون رو به یکی نشون دادیم، یعنی حالتی رو در او ایجاد کردیم که اون یقین در دل او حاصل شد، به طوری که از خدا هر چی میخواست خدا بهش داد. فانسلخ جدا شد. بلعم باعورا اسم اعظم داشت، در زمان موسی زندگی میکرد. فرعون دنبال موسی و قومی از بنی اسرائیل که با موسی پیمان بسته بودن اونا رو میخواست دستگیر کنه. آمد به بلعم باعورا گفت دعا کن. فرعون و اصحابش گفتن دعا کن که موسی
و این قوم بنی اسرائیل رو براشون مسلط بشیم. قبول نکرد، گفت دعا نمی کنم. زنش وسوسش کرد، راضی شد بره دعا کنه، از اسم اعظم استفاده کنه تا فرعون مسلط بر موسی بشه. بر مرکب که سوار شد، مرکب به زمین خوابید، حاضر به حرکت نشد. او رو زد، چند قدم برداشت این حیوان، بعد به زمین نشست. هر کار کرد بلعم با او را، این حیوان بلند نشد. آنقدر به این حیوان ضربه زد که حیوان تلف شد. آمد پایین، پیاده رفت بالای صومعه، بالای اون بلندی که دعا میکرد. دستاشو آورد دعا کنه، خدا فنسلخ، گرفت ازش قدرت. انسان وقتی قدرت ایمان، توجه به خدا، به قرآن، به اهل بیت وقتی ازش گرفته شد، دیگه چاره‌ای نداره. وای به حالش. اومد پیش فرعون، به فرعون گفت فرعون میخوای تو مسلط بر موسی بشی، این زنهای قومت رو همه رو زینت کن، زیورآلات بهشون ببند، بفرستش تو قوم موسی. کار به جایی رسید که بزرگان از قوم بنی اسرائیل دست زنی رو گرفت، آمد جلو موسی، گفت موسی من این زن رو رها کنم بیام دنبال تو را بیفتم. شیطان در کمین است و لذا قرآن کریم میفرماید و تزودوا فان خیر الزاد التقوی. ای مردم، شما می توانید برای خودتون توشه جمع کنید، برای خودتون زاد جمع کنید. آیه قرآن به چند مطلب اشاره میکنه. اولا این آیه سعادت انسان رو مشخص میکنه که سعادت انسان در گروه چه امری است. دوم میگه مردم همتون از این دنیا میرید، کسی باقی نمیمونه و کسی خوشبخت است که هنگامی که از این دنیا میرود زاد داره، توشه داره. چهارم میگه من اشاره میکنم به شما مردم، بهترین توشه تقواست. اتقوا الله حق تقاته. ای مردم تقوایی پیشه کنید، اون تقوایی که لایق مقام خداوند متعال است. اوس و خزرج دو تا قبیله بودن، اینا همیشه در حال جنگ بودن. پیامبر که آمد دل این دوتا رو به دست آورد، جمعشون کرد، باشون صحبت کرد. اینا با پیامبر پیمان بستن. بعضی از روایات میگه که اختلاف شد بین ثعلبة ابن غنم و اسعد ابن زراره در مورد بین اوس و خزرج. یکی از اوس بود، یکی از خزرج، دو قبیله‌ای که از زمان جاهلیت بودن. اینا حرفشون بالا گرفت، درگیرشون کم کم جدی شد. یه عده از اوس، یه عده از خزرج، هر کدوم برای پشتیبانی اون کسی که از قومشون بود جمع شد. خبر به پیامبر آمد. پیامبر آمد اینا رو نصیحت کرد. بعد این آیه نازل شد اتقوا الله حق تقاته. وقتی که میخوای ایمان بیاری به خدا، اون ایمانی رو برنگ انتخاب کن که ادا شود تکلیف خداوند رو. این داستان خضر و موسی آمد وقتی بنی اسرائیل رو دید، یه ذره عجب رو فرا گرفت. ندا آمد که یا موسی باید بروی شخصی رو ببینی. بعد رفتید خضر است، یه سنگی نشسته. گفت خدا تو رو به عنوان الگو معرفی کرده، تو چی کار کردی؟ گفت یک، من خدا هرچی ازم خواسته انجام دادم. دو، ترک معصیت کردم. لذا از امام سوال شد روحی له الفدا، حق تقاته مراد چیست؟
فرمود به تکلیف عمل کنید و گناه رو کنار بذارید. چیزی دیگه ازت نخواستن، عبادت زیادی نخواستن، تکلیف اضافی نخواستن، تقوا خواستن. معنای تقوا چیه؟ اون چی که از قرآن به دست میاد، یکی از معناهای تقوا خشیت و خوفه. فرمود که وقتی که خداوند متعال شما رو به تقوا فرا میخواند، یعنی خوف داشته باش از خدا. خوف از خدا چگونه حاصل میشه؟ انسان میخواد بترسه ولی گاهی وقتا اهمال میکنه. فرمود اولین طریق این است که خدا رو همیشه حاضر بدان. شیخ صدوق نقل میکنن از ابودردا، ببینید تقوا، خوف از خدا، هر صفت حمیدی. والله من دلم میسوزه گاهی صفات حمیده‌ای که متعلق به امیرالمؤمنین است به کسای دیگه نسبت میدن و فراموش میکنن این رو در حق امیرالمؤمنین ذکر کنن. این ظلمه. هرچی صفات حمیده است روی زمین اولش متعلق به امیرالمؤمنینه. هیچ کس در این صفات به امیرالمؤمنین صفت نگرفته. ابودردا میگه از یه نخلستانی رد میشدم، دیدم صدای ناله سوزناکی میاد، خیلی توجه منو جلب کرد. وارد نخلستان که شدم دیدم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفداست، دست رو بالا کرده داره زجه میزنه. گفت پشت درخت قایم بشم از این فیض معنوی استفاده کنم. یک دفعه دیدم امیرالمؤمنین ناله‌ای زد، به صورت به زمین افتاد. خیلی نگران شدم، دویدم، هرچی امیرالمؤمنین رو تکان دادم دیدم تکان نمی‌کنه. گفتم وا ویلا که امیرالمؤمنین از دنیا رفت. دویدم در خانه فاطمه زهرا، نمیدانم چگونه در رو زدم. روحی له الفدا پشت در آمد. گفتم خانم جان چگونه به شما خبر دهم؟ علی ابن ابی طالب جان داد. فاطمه زهرا فرمود هذه غشیتون تعرض علی علی ابن ابی طالب فی کل لیله. نه، این علی از ترس خدا قش کرده است. علی از ترس خدا این گونه. لذا فرمود یکی از معناهای تقوا خشیت از خداست، ترس از خداست و خدا رو ناظر بدانی. خدا رو همیشه ناظر بر اعمال بدانی. دو، فرمود اگر بخواهی ترس در تو ایجاد شود باید همیشه بدانی که از این دنیا خواهی رفت، در این دنیا نخواهی ماند. ببینید دوستان، گاهی وقتا خدا تفضل میکنه، مضمونش تو روایات هست. رفیق تو رو از دنیا میبره تا تو عبرت بگیری، درس بگیری. تا دیروز چارشونه رو زمین راه میرفت، الان زیر خاکی، احتیاج به ذره‌ای دعای تو داره. لذا لقمان به فرزندش نصیحت کرد فرزندم روز قیامت از 4 چیز سوال میکنن. امام مضمون همین روایت رو امام صادق هم نقل کرده است. ان عمرک فی ما افنیته، عمرت چگونه صرف کردی؟ جوانی نه، عمر. تو مرحله بعد سوال می شود ان شبابک فی ما ابلیته، این جوانی تو مبتلای به چه کردی؟ جوانی این قدرت و رشادت، این سینه‌ای که توانایی هر کاری رو داشت، کجا مصرفش کردی این توانایی رو؟ من این توانایی رو به تو دادم
که زاد برای خودت تهیه کنی تو دنیا، برای خودت اون کوله پشتی رو پر کنی. میثم تمام یه کوله پشتی مینداخت، تعبیر میکرد، میگفت من یه کوله پشتی همیشه دارم. گفتم کوله پشتی چیه؟ گفت کفنمه. من آمادگی دارم در هر لحظه این کوله پشتی رو باز کنم، کفنم رو در بیارم. اهل خدا اینم. امروز که من نصیحت میکنم به خودم خطاب میکنم، من جسارت نمی کنم. اون شخصی میتواند اون نورانیت رو به دست بیاره که مثلش میثم تمار باشه، که کفنش رو دوششه. من اگر از اینجا خارج شدم معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. فرمود و عن مالک، از مالت سوال میکنم، من عین اکتسبته، از کجا آوردی؟ این مال و منالی که ذخیره کردی از کجاست؟ آیا طریقی رو که رفتی رضای خدا توش بوده؟ بعد فرمود و فی ما انفقته. این مهمه. خدا دو این 2-3 روز دنیا یه قدرتی به انسان میده از نظر مالی. اونایی که اهل خدا نباشن اونا قضیهشون جداست. فکر میکنه مرگ نیست. بعد که سر ازش میگذره این مال و منال جمع میبینه، بعد دیگه خدا و چشاش و شیطان اجازه نمیده اون نورانیت الهی و خدایی رو بگیره. با همون تفکر و همون طریقی که تو ذهنش بود از دنیا میره. میپرسه که تو انسانهای متدین و مؤمن اونایی هستن که در راه خدا انفاق میکنن. ما اگر انفاقمون درست باشه، واقعا لله، من خودم به خودم خطاب میکنم، من مستثنا نیستم، اگر انفاقمون درست باشه نباید ما سید فقیر داشته باشیم، نباید شیعه فقیر داشته باشیم. و لذا فرمود فردای قیامت از مالت سوال میکنم و سوال میکنم در چه راهی مصرف کردی؟ امیرالمؤمنین نصیحت میکنه، میفرماد ان عمرک مهر سعادتک، که عمرت رو، اون سعادتت رو عمر ایجاد میکنه برای اون لحظاتی رو که طی میکنی، حرکت میکنی، اون سعادت اخروی رو برای طی میکنن. آخه بعضیا وقتی نصیحتش میکنیم میگه حاجا من هنوز زوده، جوانی، هنوز فرصت داری. این القاء شیطانه. شیطان بعد فرصت نمیده، به خاطر اینکه بر اثر گناه این قلبا سیاه میشه، دیگه توفیق توبه حاصل نمیشه. فرمود ان عمرک مهر سعادتک ان انفقته فی طاعت ربک، اگر تمامش کردی در طاعت خدا. ما آمدیم آقا من مشغول کارم، مشغولم صبح تا شب، طاعت خدا همون کار طاعته. من کار میکنم خدایا تا کسب حلال داشته باشم، تا بتوانم زن و بچه‌م رو تحریک کنم. همینه، این کار برای خداست، همین رو میخوام. این که وقتت رو به عبادت بگذران، همین عبادت است که تو حرکت میکنی تا مال حلال برای زن و بچت ایجاد کنی. لذا قرآن میفرماد روز حسرت وجود داره. یا رسول الله مردم رو آگاه کن، به مردم بگو که روز حسرتی هست که اون روز دیگه راهی نداره. این که قرآن میفرماد قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتش یه نکته ایه. میگه یه گروهی وقتی جانشون رو میگیریم التماس میکنن، میگن خدایا ما رو برگردون، خدایا جبران میکنیم، خدایا نفهمیدیم، خدایا نمیدونستیم مرگ واقعه. خدا میفرماد دیگه فایده نداره. من خودم این رو اول به شما گفتم، ابلاغ کردم، گفتم دنیای کوتاه است، عمر کوتاه،
این ایام به سرعت می‌گذرد مثل باد، باید از فرصت استفاده کنیم. فرمود من شما رو خلق کردم تا عبادت کنید. عبادت کنید یعنی به واسطه عبادت نزدیک شوید. شیطان کمین کرده، هم عالمش هم جاهلش همه در معرض خطرم. من خواب تو منبر نقل نمی کنم. قرآن کریم خواب راسته، قرآن هم اشاره میکنه، اما بعضی خوابا ساختگیه، مثل این خوابای امروزی. ولی گاهی وقت خواب در شأن یه عالمه، یه مرجعه، یه کسی که دین دستش بوده، مثل شیخ انصاری. این بزرگانی که واقعا دین به دست اینها جلو رفته. اینا وقایعی است که خداوند متعال به لطف خودش گاهی وقتا یک کارهایی رو برای افراد صالح ایجاد میکنند که هدف و غرضی در اون هست. میگه من شب خواب دیدم شیطان، دیدم یه سری طناب دستشه، یه طناب کلوفت دیگه هم غیر از اون طنابا دستشه. ازش سوال کردم اینا چیه؟ گفت اینا طناباییه که میذارم دور گردن بنده های خدا، میکشمشون طرف خدا. گفتم این طنابی که کلفته این مال کیه؟ گفت این مال شیخ انصاریه. این به این طناب این گونه نیاز داره بدونم بکشمش. گفتم طناب من کدومه؟ گفت تو طناب نمیخوای، من با دست اشاره کنم میام. دیگه صبح رفتم پیش استادم شیخ انصاری. گفتم استاد من چه خوابی دیدم؟ گفت چی دیدی؟ ببینید خدا، من اینو بارها گفتم، خدا میدونه، مثل حبیب ابن مظاهر، خدا گاهی وقتا آدمای خوب رو براشون یه موقعیتی قرار میده دنیا و آخرت اسمشون جاودانه، مثل این شیخ انصاری. اینا اهل خدا بودن، اتقوا الله حق تقاته رو خوب عمل کردن، آدمای نازنینی بودن، نور ولایت واقعی رو داشتن. گفتم استاد، من از شیطان پرسیدم استاد من شیخ انصاری رو با طناب کشیدی؟ شیطان به من گفت بله کشیدمش تا دم قصابی، اما طنابم رو پاره کرد. به استادم گفتم آقا من یه همچین خوابی دیدم، خندید. به اون گفت بله یه مبلغی پیش من امانت بود، احتیاج به گوش داشتیم، گفتم امانت رو خرج میکنم بعد جاش میذارم. دم قصابی که رسیدم گفتم شیخ انصاری فردا جواب، حساب، عقاب. بعد گشتم اینا اهل خدا بودن، اینا معنویت داشتن. لذا اگر نعوذ بالله انسان در مورد هدف خودش که هدف رسیدن به خداست، تقواست، اگر سستی کنه شیطان احاطه پیدا میکنه. امشب متعلق است به امام صادق. امام صادق نصایحی رو دارن برای شیعیان که این نصایح باید الگو باشه. یکی از نصایح امام صادق اینه، ببینید تقوا چگونه پیشه میشه، تقوا چگونه حاصل میشود. این که فرامین ائمه رو خوب گوش بدید. امام صادق میگه به دست مردم نگاه نکن، هرچی خدا بهت داده دستاتو بر بالا، شکر خدا کن. به هر کسی هم خدا داده چیزی رو، ثروتی رو، مالی رو، نگاه به او نکن. بعد فرمود آبروی کسی رو نریز. آبروی کسی رو بریزی خدا آبروی خودت رو از بین میبره. آقا این درس این دنیا، این آدمایی که الان تو زندانن، برید سوال کنید چه کردی در زندگی که مبتلا شدی؟ این معروف این قضیه برای تنبه و آگاهی نقل میکنن. میگن یه آقایی
نخلستان باغ انار داشت. یه 7-8 نفر رو آورد، به اونها گفت این انارها رو امروز شما از درختها بکنید بدون مزد میدن. پسر صاحب این باغ داشت بازی میکرد، یه دفعه یکی از این کارگران یه گویی رو زیر خاک قایم کرد. نگاه کرد اون بابا بذار وقت دادن پول به حساب این میگذارد. یعنی بعض وقتا اصلا نمیارزد انسان حقیقت رو فاش کنه. خدا مقام میده در هر مرتبه‌ای که انسان عیب کسی دیگر رو بپوشه. وقتی کار کردن شد، شب شد، بابام صداشون زد بیایید بهتون بدم. نوبت این آقا که رسید گفتم بابا بهش ندید، یه گونی انار رو قایم کرده زیر خاک. محکم پدرم یه سیلی محکم زد بوشم. پسر فضول به تو چه مربوطه؟ من بهش گفتم اونا رو اونجا بذاره. گفت من گریه شدیدی کردم، قضیه تموم شد. وقتی همه رفتن پدرم آمد صورت مرا بوسید، گفت پسرم عزیز دلم، حق با تو بود، اما من با خدا مقابل عجزش رو از خدا میخواد. انسان متقی از خدا عجز میخواد و اینا دنیا همش به یک فوت، همش تمام میشه. آقا عبرت بگیر از دوست، از پدر، از مادر، از خواهر، از رفیق. الگوت باید اهل بیت باشه. اینا فیض کامل هم پدر سعی کنید بچه های رو تربیت کنید. هم فی قبورهم والحسنات تسری الیهم. تو قبراتون بچه هاتون دعاتون. امشب چه شبیه، چه خبره؟ رئیس مذهب رو چندین بار بدون قبا حمامه. منصور دستور داده بود هر جور میتوانید، هر بلایی رو میتوانید سر امام صادق بیارید. صادق آل محمد منم، صادق آل محمد منم که خون جگر شدم بمیرم. آقا جان مگه چیکار کردن با تو؟ میان کوچه های غم غریب و در به در شدم بمیرم. امام صادق می آوردنش دارالاماره رهاش می کردن. آنقدر به امام ظلم کردن. خدا ببین عدو مرا به هر دمی صدا کنم. گفته بود هر وقت فرصت شد کشان کشان امام صادق رو به دارالاماره بیارید. دل غمین و خسته‌ام به غصه مبتلا کنم. منصور لبانقی دستور داد هیچگاه از در خانه امام صادق وارد نشید، طوری از بالای مشتبان وارد شوید که رعب ایجاد کنی. تو خود بدان ای خدا که من غریب غربتم. بگم امام صادق تو غریب بودی یا جدت در کربلا؟ فنظر یمینا و شمالا. دیگه کسی باقی نمونده بود. گفت زینب جان صدای ناله علی اصغر میاد. گفت برادرم 3 روز آب ننوشیده. شیعیان عزیزان میدونید جواب رو چی دادن؟ فذبحوه من الورید الی الورید. دستور داد خانه امام صادق رو آتش بزنید. خانه رو آتش زدن. خود امام صادق با دستاشون خانه آتش رو خاموش کردن. مردم آمدن سر سلامتی دادن. آقا جان شما سالمید، اهل بیت سالمن. اخبار دارد فبکا بکا انعالیا. امام صادق بشد گریه کنه. فرمودن آقا مگه
بچه‌ها تو سیلی زده بود. فرمود فذکرت عماتی فی کربلا، یاد عمه‌ها افتادم. بگم امام صادق یکی از عمهات رو دامنش رو آتش گرفته بود، یکی از لشکریان عمر بن سعد، دیگه دلم سوخت، دویدم این دختر رو دنبال کردم، ترسید به زمین افتاد. آمدم گفت آقا جان من تشنه‌ام است، هر بلایی توانستند بر سر امام آوردند. امام را حاضر کردند. بارها منصور گفت برید خانه امام. از بالای پشتبان به خانه آمدن. امام در حال عبادت بود. گفت اجازه بدید عمامه به سر کنم، عبا بپوشم، ردا بپوشم. اجازه ندادن. بگم امام صادق لباس